حرکت ملی آذربایجان جنوبی به مباحث عمده در خاورمیانه تبدیل شده است. بر همین مبنا در ماه‌های گذشته به دفعات مکرر مطبوعات عرب زبان با استناد بر سایت خبری جنیو به پوشش خبری مسائل آذربایجان جنوبی پرداختند. این بار ارگان رسمی کشور عربستان سعودی در مطالبی مفصل به تشریح حرکت ملی آذربایجان جنوبی پرداخته است. روزنامه الریاض که جزء پرتیتراژترین مطبوعات در خاورمیانه میباشد، حول محور اتحاد و هماهنگی مبارزات مدنی ترک‌های آذربایجان جنوبی و ملت عرب الاهواز مقاله تفصیلی نوشته است. در این مقاله ضمن تشریح مبارزات مدنی ملت ترک آذربایجان جنوبی و فعالان ملی به تجدید از شعار خلیج عربی فعالان ملی پرداخته شده است. در این مقاله حمایت متقابل حرکت ملی الاهواز از حرکت ملی آذربایجان جنوبی به فال نیک تعبیر و بر ادامه و تکوین این روند تاکید شده است. نویسنده این مقاله در آخر با تشکر از رهبران حرکت ملی آذربایجان جنوبی یادآوری کرده است که در سایه زحمات و فداکاری فعالان ملی ملت ترک به این بالندگی فکری و بیداری رسیده است که با روش‌های مدنی الگوی مبارزات در خاورمیانه میباشد.